میخوام یه کیکی بهتون یاد بدم انقدر لطیفه، انقدر خوشمزه است واسه عصرونه هاتون، واسه سفارشاتون، واسه مهمونیاتون، واسه هر جایی که دوست داشته باشین میتونید درستش کنید. بافتشو ببینید که چقدر خوبه. بریم در ادامه که آموزششو بدم بهتون. اول از همه باید تخم مرغاتون رو از هم دیگه تفکیک کنید، یعنی باید زرد سفیده رو از هم جدا کنید. سفیده رو داخل یه ظرف تمیز که ظرفتونم نباید خیس باشه، نباید چرب باشه، باید تمیز باشه، چون میخوایم سفیده رو فرم بدیم و اینکه اگر چرب باشه، خیس باشه یا ظرفتون تمیز نباشه، سفیدتون خوب فرم نمیگیره. من چون ظرفم کوچیک بود، سفیده رو داخل یه ظرف دیگه ریختم و اینکه با دور تند همزن فرمشون میدم. اگر تا به حال کار قنادی انجام ندادین و کیک درست نکردین، اگر نکته به نکته به صحبتایی که من دارم میکنم و نکاتی که میگم گوش کنید و انجام بدین، میتونید کیک فوق‌العاده خوب، خوشبافت، خوش‌طعم با این آموزش من درست کنید. اصلا نگران نباشید. راستی پیجم سابسکرایب کنید، پستم لایک کنید اگر دوست داشتید و اینکه اگرم درست کردین و از این ویدیو خوشتون اومد، حتما برام کامنت بذارین. بعد از اینکه سفیده فرم گرفت به این صورت در میاد، به این حالت میگن حالت سافت پیک. ببینید. بعد میذاریمش داخل یخچال و میریم سراغ زرده هامون. شکر رو به زرده ها اضافه میکنیم به اضافه وانیل. بعد باید با دور تند همزن حدود 6-7 دقیقه هم بزنید. حالا این تایمی که دارم میگم بستگی به همزنتونم داره. اگر همزنتون دورش خیلی تند نیست، باید اینقدر هم بزنید تا اینکه مایتون کشدار بشه و اینکه پف کنه و رنگش هم کرم مانند بشه. به این صورت در اومد. بعد از اینکه همزن رو خاموش کردین، یک دورگیری هم انجام بدین که اگر شکری، تخم مرغی یا وانیل یا هر چیزی دور دیواره ها چسبیده باشه، به این صورت با کل مواد مخلوط بشه. دورگیری که کردین، اگر حوصله داشتین یک کم با همزن دوباره هم بزنید تا اینکه اگر شکرتون حل نشده با این روش حل بشه. بعد باید مایعاتمون اضافه کنیم. شیر به اضافه روغن. این دوتا هم اضافه میکنیم به موادمون و برای طعم خوب کیکمون باید زست لیمو یا زست پرتقال، به معنی پوست رویه پرتقال یا لیمو هستش، اونم اضافه میکنیم و بعد دوباره با همزن هم میزنیم حدود 2 دقیقه تا اینکه کاملا موادمون با هم ترکیب بشن و یک دست بشن. بعد آردمون رو که با بیکینگ پودر 3 مرتبه الک کردیم، البته راستشو بخوام بهتون بگم من 1 مرتبه الک کردم، ولی شما اگر 3 مرتبه حوصله داشتین حتما الک کنید که خیلی بهتره. به این صورت روی موادمون الک میکنیم. اینکه من 1 بار قبل الک کردم، 1 بارم الان میشه 2 مرتبه. بعد من همزنم دورش خیلی، دور یکش خیلی خیلی آرومه، واسه همین با همون همزنم موادمو با هم ترکیب میکنم. ولی شما اگر دور همزنتون خیلی تنده، سعی کنید با دست هم بزنید. اما معمولا همه همزن و دور یکشون آرومه، مشکلی نداره اگر با همزن هم بزنید. بعد از اینکه موادمون دوباره یک دست شدن و اینکه آردمون کامل با موادمون ترکیب شد، باید بریم سراغ سفیدای تخم مرغمون. قبل از اینکه سفیده رو بخواین اضافه کنید، حتما فرتون رو روشن کنید و اینکه 1 ربع قبل باید روشن بشه، گرم بشه. دمای فر گازی 180 باید باشه، دمای فر برقی 160 درجه. به این صورت سفیده هارم مخلوط میکنم. 1 کوچولو اول با همزن هم زدم، بعد دیگه با دست میخوام به صورت دورانی موادم رو ترکیب کنم.
مابقی سفیده ها رو به موادم اضافه کردم و اینکه به همین صورت که میبینید دور تا دور ظرف میکشم، میارم وسط، با هم قاطی میکنم. اول سفیده ها رو نرمشون میکنم، انگار پفکی بودنش رو حل میکنم و بعد از زیر میارم رو. به این صورت، به این حالت میگن حالت دورانی. و بعد گوله ها رو داخل خمیر حل میکنم. من گذاشتم رو سرعت بالا که خیلی وقتتون گرفته نشه و سریع برین سراغ درست کردنش، ولی شما خواستید هم بزنید حتما آروم هم بزنید. دقیقاً به همین صورت دورانی به یک سمت مواد رو هم بزنید. بعد دیگه باید کف قالبمون رو چرب کنیم. من از روغن جدا کننده استفاده میکنم به این صورت. حالا اگر قالبتون صاف بود، دایره مانند یا مربع بود، میتونید با روغن مایع چربش کنید، کاغذ روغنی بندازین و مواد رو بریزین داخلش. اگر به این صورت حالت دار بود، یا از روغن جدا کننده استفاده کنید، یا اینکه میتونید کف قالبتون رو اول با کره چرب کنید، بعد روش آرد بزنید و بعد آردو کامل پخش کنید، بذارین چند دقیقه داخل یخچال تا اینکه کرش ببنده و بعد مواد رو بریزین داخلش. حالا داخل یخچال هم نذاشتین اشکال نداره، ولی آردو حتما بزنید. بعد هر مغزیجاتی هم که دوست داشتین روی خمیرتون بریزین و بعد بذارینش داخل فر. من فقط بادوم درختی ریختم از همین پرک های بادوم که میبینید، ولی شما میتونید پسته، گردو، کشمش، هر چیزی که دوست دارید میتونید پر کنید روشو. بعد از پختم به این صورت در اومد. واقعا کیک لطیفیه، واقعا خیلی خوشمزه است. برای درآوردنش هم بهتون یاد بدم اینطوری با یک چاقو آروم آروم کیک رو از قالبتون جدا کنید، مخصوصا این دورش رو، با اینکه کمم پف کرده. حالا میتونید ببرینش، به این صورت جدا کنید، اینجوری تکون بدین تا اینکه از کفش کنده بشه. اینقدر این کار رو انجام بدین تا اینکه متوجه بشین که کیک از کف قالب جدا شده و بعد برگردونید. و اینکه حتما هم بذارین کامل خنک بشه، به خاطر اینکه اگر گرم باشه احتمال شکستن کیک هست و اینکه خب حیفه دیگه این همه زحمتی که کشیدین. اینقدر این کار رو انجام دادم تا اینکه کاملا کیک هم از قالب جدا شد و اینکه به همین صورتی که میبینید با دست و با همه چاقو و با هر چیزی که داشتم انجام دادم، به این صورت در اومد. الان روی ظرفم برمیگردونمش، روشم یک کم پودر قند الک میکنم. حالا شما میتونید از اون ورش استفاده کنید که روش خلال و مغزیجات ریختین، یا اینکه این ورش که خوشگله دیگه انتخاب با خودتونه. اینم از بافت کیکمون. همونطور که میبینید خیلی خیلی لطیف و نرمه. امیدوارم که حتما درست کنید، بتونید ازش کسب درآمد کنید و اینکه پیج منم حتما سابسکرایب کنید، پستم لایک کنید. امیدوارم که همیشه موفق باشید.